خودتون رو دوباره از نو بسازین. چرا همش فکر به این میکنین که با اینی که هستین الان خوشبختین و با این کیس مناسب بدون که دوستین باش خوشبختین؟ وقتی میبینین که ارزش شما رو زیر سوال میبره، خیانت میکنه، مسخرت میکنه، تو جمع بین دوستاتونین ازت ایراد میگیره، آی نمیدونم دماغت نمیدونم کوچیک اگه میبود چی میشد، کاش بری مثل فلانی ابروهاتو تتو کنی، کاش بشی مثل فلانی نمیدونم ناخون بکاری، مثل فلانی خودتو لاغر کنی، آخ چرا چاقی، چرا لاغری. اینا همش ایراداتیه که در یک رابطه یک طرفه وجود داره. وقتی دو نفر از اول هم دیگر انتخاب کردن، با همون قیافه و شخصیت انتخاب کردن. حالا شاید بین رابطه هی بگین که اگه مثلا یه ذره به خودت برسی خوشگل‌تر میشی، یا اگه یکم مثلا مدل موهات اینجوری کنی که من دوست دارم بهتر میشی ها. این اشکال نداره، ما داریم طرف مقابلمون رو یه مقداری اون جور که دوست داریم علاقه داریم برای مثلا با هم بودن با هم مشورت میدیم، اب نداره. ولی اینکه من ازش ایراد بگیرم تو جمع بگم هی خانم منم کاش باربی بود مثل تو، یا فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. این که حتی طرف مقابلم باز این حرف بزنه بگه ای کاش که تو هم باربی میبودی مثل شوهر فلانی. ببینی اینا خیلی آسیب‌های جدی برای آدم وارد میکنه. خانم میره تو خونه، آقا میره تو خونه، بعد این هنجار اجتماعی، این ناراحتی فکریشو به یه جوری دیگه خالی میکنه، یه جوری دیگه تو زندگی باز این بدی ها و این فکرهای خراب و منفی ادامه پیدا میکنه. و ببینید خودتون رو بیارزش ندونید. وقتی یک رابطه کات شد، جدا شد، گفتید طرف برو دیگه ما هم دیگر نمیخوایم، پس یه پرونده در ذهنتون به وجود اومده که شما میدونید که طرف مثلا یه سری کارهایی داشته، یه سری مشکلاتی داشته که من اونو دیگه از زندگیم خارج کردم. خب بعد از اون جریان شما ممکن ناراحت بشید، وسوسه بشید که دوباره برگردید و اینکه ناراحت بشین، همش گریه کنین، این چیزا طبیعیه. ولی اینو بدونید به یک باوری میرسید، باور دلتنگیه. اون باور دلتنگی هم تموم میشه، یه مدت کوتاهی داره. بعدش بگردید ارزش خودتون رو پیدا کنید. سعی نرید دنبال یک رابطه دیگه، باز رابطه دیگه، باز رابطه ایجاد کنید. نه، یکم صبر کنید. با این دفعه رابطه‌ای که میخواین دوباره ایجاد بکنید، دوباره پیدا کنید، طرف مقابل، این طرفی باشه که دیگه واقعا اون کسی باشه که میخواین. دوباره نرین یکی دیگه باز که باز آخرش به شکست مواجه بشید. خب یه رابطه‌ای بسازید که وقتی بتونه اون جراحت‌های شما، اون ناراحتیایی که داشتین رو جبران کنه، دوستتون داشته باشه. اولا، دوم از اینکه ازتون ایراد نگیره، سوم از اینکه وقتی ارزش‌هایی رو دارید و خودتون میدونید اون ارزش‌هایی دارید، ازتون تعریف کنه، ازتون ایراد نگیره، شما رو بالا ببره، بالغتون کنه، رشد بده بهتون، بکشتون جلو، هدایتتون کنه، بگه تو میتونی، تو این رشد تواناییشو داری. من میبینم کسی که کسی رو دوست داشته باشه، رشد و توانایی و اون قدرت‌های زیبا از چشم اون به بیرون اونو میبینه، میگه تو میتونی، تو عزیزم من دوستت دارم. وقتی کسی رو دوست داشته باشین، تو دوست داری باعث آبود بشه، دوست داری باعث پیشرفتت بشه، دوست داری اون طرفم که پیشرفت میکنه باعث تو، شما دو تا متقابلا همدیگه رو ساپورت میکنین، باعث رشد همدیگه میشین، باعث آبرو، شخصیت اجتماعی همدیگه میشین. این